سه تا از خطرناکترین سگ‌های دنیا رو میخوام بهتون معرفی کنم و همه ما ایرانی‌ها رو شماره 1 تعصب داریم و این نژاد مورد علاقه تمام ایرانی‌ها هستش. سلام دوستان، آروید هستم از پیج شمال پت. امیدوارم حالتون عالی باشه. قبل شروع آموزش این نکته رو بگم که شمال پت فرصتیه برای داشتن سگ با تربیت. پس اگه به سگ‌ها و تربیت سگ علاقه دارید، پیج ما بهترین گزینه میتونه باشه، چون آموزش‌های تربیت سگ رو به صورت رایگان توی پیج منتشر کردیم. بشین بخواب، بمون، بچرخ، دست بده و کلی آموزش‌های رایگان دیگه تو پیج ما به صورت رایگان موجوده که پایان این ویدیو حتما وارد پیجمون بشید و پیجمون رو فالو کنید. شماره 3 این لیست، بوربول یک سگ بولداگ بزرگ و نژاد آفریقای جنوبی هستش. این سگ برای حفاظت از خونه و مزرعه تربیت میشه و بوربول‌ها در برابر حیوانات درنده معمولا تو خط اول دفاع قرار میگیرن. تو ردیابی فوق‌العاده هستن و اونها به شدت به خانواده و صاحبشون وفادارن. شماره 2 این لیست، گلدانگ. این نژاد به بولداگ پاکستانی مشهوره و گفته میشه که جد این نژاد با نژاد بولیکوتا در ارتباط بوده. بسیار قوی و قدرتمند این نژاد و این نژاد معمولا به طور خاص به عنوان سگ نگهبان پرورش یافتن. در ضمن این نژاد به مهاجم بودن و غیر قابل کنترل بودن مشهوره. قبل اینکه شماره 1 این لیست رو بگم، حتما این پست رو سیو کنید که بعداً بتونید به دوستانتون نشون بدید و با هم از این ویدیو لذت ببرید. شماره 1 این لیست، سگ سرابی. یکی از قدرتمندترین نژادهای دنیا به حساب میاد و برای نگهبانی بهترین گزینه میتونه باشه. قد این نژاد بین 70 تا 90 سانتی متره و وزن این نژاد حتی بالای 100 کیلوگرم هم میرسه. خاستگاه این نژاد شهرستان سراب هستش و گفته میشه که از زمان آشوریان تو ایران زندگی میکرده. شاید هم براتون جالب باشه که بدونید نشونه‌های از این نژاد تو کتیبه‌های تخت جمشید وجود داره. توی کامنت برام بنویسید که اگه یه انتخاب داشتید بین این سه نژاد کدوم انتخاب میکردید. خودم که سرابی رو میپسندم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. دوستانی که از اکسپلور و هشتگ این ویدیو رو میبینن حتما وارد پیج شمال پت بشن، پیجمون رو فالو کنن تا آموزش‌های رایگان ما رو از دست ندن.